پس از حادثه پرقربانی در محبس رقم 3 شهر خوجند، رئیس این محبس فیض الله سفرزاد برکنار شد و حالا بازداشت شده. در نسبت او با جرم خنک نظری و سوء استفاده از منصب پرونده باز شده. تفتیشات ادامه دارد. مقامات تفتیشاتی که عبارت از نمایندگان دادستانی کل و وزارت عدلیه می باشند میگویند که فیض الله سفرزاد هنگام آشوب این زندان کوشش نمود که به طور خودمانی این آشوب را خاموش کند، اما نتوانست و تقریبا در این حالت 5 ساعت میگذرد ولی او موفق نمیشد و ناچار بانگ اضطراب میزند و در همین حال مقامات قدرتی حاضر می شوند و برای فرونشاندن این آشوب چاره های جسته می شود. برخی از مقامات می گویند در این حادثه حدودی 50 نفر از زندانی ها کشته می شوند و 2 نفر از زندانبان ها نیز می فوتند و حدودی 5 نفر از زندانبان ها مجروح شده فعلا در بیمارخانه شهر خوجند بستری هستند. در حال حاضر مقامات تفتیشاتی در نسبت این حادثه با ماده 104 کشتار انسان و دیگر از ماده های کودکس جنایی پرونده باز کرده و حالا تفتیشات ادامه دارد. اما سوال اصلی این است که تا هنوز به طور دقیق سبب اصلی رخ دادن این حادثه شرح داده نمی شود و مقامات رسمی نیز به طور رسمی اظهارات یا بیانیه هم پخش نکردند. اما یک نکته برای ما معلوم است که شب بعد از این حادثه، یعنی صبح بر وقت 8 نوامبر، در یکی از سامانه های دولت اسلامی یعنی گروه داعش این خبر پخش شد که یکی از نماینده های این گروه در این محبس کار را به اینجا کشانیدند. اما تا هنوز به سوالهای اصلی که دهها سوالهای جای دارد که هم از طریق شبکه‌های اجتماعی اینترنتی و هم از طرف روزنامه‌نگارا و کارشناسا روی زبان هاست، اما هیچ پاسخ دریافت نشده است و طبع یک نماینده مقامات تفتیشاتی بدون میکروفون در صحبت با رادیو آزادی گفت تنها پس از انجام پره این تفتیشات آنها به مطبوعات خبر خواهند داد.